چطور فیلم‌ها معلم زبانم شدن؟ قدم اول، فیلمی که به سطحم میخوره و دوستش دارم رو پیدا میکنم. تو کپشن بهتون گفتم چه فیلمی برای چه سطحی خوبه. قدم دوم، دفعه اول با زیرنویس نگاه میکنم تا حدودی متوجه بشم. دفعه دوم بدون زیرنویس نگاه میکنم که تمرکزم کاملا روی لیسنینگ باشه. ترجیحاً زیرنویس فارسی استفاده نکنید چون پیشرفتتون رو کند میکنه. قدم سوم، عبارات و اصطلاحات جدید رو مینویسم، نه فقط کلمات رو. قسمت‌هایی که چالش برانگیز بود رو دوباره نگاه میکنم و جملاتش رو تکرار میکنم با صدای بلند و مطمئن میشم که اینتونیشن ها رو درست استفاده میکنم. Reverse psychology. Reverse psychology. قدم چهارم، قسمت‌های مورد علاقم رو پیدا میکنم و سرعت و تون و حتی احساسات کرکتر داستان رو الگو برداری میکنم. این به طبیعی شدن لهجه و حتی زبان بدن و حالت طبیعی چهرهتون کمک میکنه. قدم پنجم، خلاصه فیلم رو بلند به انگلیسی تعریف میکنم. در مکالمات روزانم از اصطلاحاتی که یاد گرفتم استفاده میکنم و یک هفته بعد دوباره فیلم رو میبینم که یادم بیاد کلمات چیا بودن.